اومدیم با هم دیگه دروغ سنج بازی کنیم. به بازی کنیم که بیشتر لو دادنه تا بازی کردن. امروز ما این چجوری بازی کنیم؟ مشد این مدلیه من که بپرسم و شما فقط جواب بدی. آره میدونم. یکی تو میپرسی یکی من. نه تو نپرسی، من بپرس. یکی تو میپرسی یکی من. اگه مجبور باشی یه هفته با من عوض بشی اولین کاری که میکنی چیه؟ یعنی جای تو باشم؟ آره. بعد بگه نه حسابتو خالی میکردم. عمرن این باشه اولین کار. من میدونم اول کار یه چیزای دیگه است. حسابتو خالی میکردم. پول. آره. اینقدر؟ آره. کار دیگه نمیکرد. نه. آیا تا حالا شده به اینکه با من ادامه بدی توی رابطه شک کنی؟ نه. وای این سوال خیلی بده. یعنی اگه میترسم کجاست؟ ترسیدی ها؟ ببین دو تا سبز بابا مرشاد راستگو تو کامنت ها خیلی استرس شده. منم نکنه الان بوق بخوری. خیلی استرس شده بودم. من نوبت منه. آها یه عادت کردم من. اگه هیچ وقت منو نمیدیدی فکر میکنی زندگیت بهتر میشد یا بدتر؟ بدتر. فکر نکن ترسیدم. کلا ریدم تو خودم. وای خوب بود. تا اینجا کار راضیم. جفت فیس آیدی حفظم رمز گوشی 19 45 حالا همه جا نگو رمز گوشی. ویدیوهای قبلی هم گفتم لو نده رمز کارت هم فکرم لو میده. به نظرت تو بیشتر منو دوست داری یا من تو رو؟ من تو رو. تو منو. آره. ببین چقدر مرشاد راستگو تو کامنت ها. مرشاد مهربون. مرشاد زخچیه. تا حالا سعی کردی یه چیزی رو ازم پنهون کنی چون نمیخواستی ناراحت بشم؟ نه برام مهم نیست ناراحت شم. یعنی چی برات مهمه؟ همیشه برای راست بهت بگم دیگه. حالا تو ناراحت میشی که ناراحت بشو. چیو پنهون کردی؟ برق گرفتم. اینجا داره چیز میشه. چه پنهون کردم ازت؟ وقتی که ناراحتم میکنی بهت نمیگم که ناراحت نشی. اگه که همین الان که با هم دیگه ایم یه نفر سومی وارد رابطمون بشه که به تو خیلی ابراز علاقه کنه ترجیحش میدی به من؟ نه. چنده شد شو؟ آره. ترجیحش نمیدی به من؟ خیلی خوب باشه. خیلی دختر خوبی باشه. بهتر من باشه. مهربونتر، آرومتر. چقدر خوبم من. خیلی خوبم. مرشاد خوب تو کامنت. اگه میتونستی ذهن منو بخونی بیشتر خوشحال میشدی یا مثلا بعدت میومد میترسیدی؟ من همین الانم میتونم ذهن تو بخونم. نه. با چرا خودش کرد؟ آیا تا حالا سعی کردی کسی غیر از منو تحت تاثیر قرار بدی در حالی که با من بودی؟ لبندی کنم. این کلا خراب شده. نه بذار دستت چون دستتو بر میداری اینو بردار ولش. نه نشد. جاسیو به قرآن دروغ گفت. مشاد دستم گرم شده. مشاد من دیگه تو این ویدیو دستگاه نکردم. تا حالا رازی هست که به من نگفته باشی؟ آره. چی؟ تو همه چه به من میگی. مطمئنم الان دیدی؟ ببین میشناسمت. تو همه چی رو به من میگی. تو چجوری برقی رو تحمل میکنی؟ واقعا برق میزنی. انقدر برق نمیزنی. آره شارت شده خیلی. خیلی شارت. من خیلی تو رو میشناسم. مطمئن بودم راضی از من پنهون نمیکنی.
قد بابا مرشاد خوب تو کامنت ها. بس دیگه چقدر میگه خوبی میگه من بدم. نه آیا واقعا میتونی منو در آینده تصور کنی یا هنوز شک داری؟ آره میتونم تو رو تو آیندم ببینم. بین مهاجرت کردم و من یکی رو انتخاب کن. تو رو مانم که مهاجرت. ببین من خودم استرس میگیرم. الحمدلله من خودم استرس میگیرم که نکنه تو جیغ بزنه. وای آیا تا حالا سعی کردی در مورد آیندمون دروغی خوشبین نشون بدی؟ مثلا دروغی بگی خیلی خوبه. آره گفتی دروغ؟ نه هرچی گفتم واقعیت بوده. واه 3 تا درست. یه باری از دوشش داره. آهنگش به نظرم خیلی استرس داره. آره آهنگش خیلی استرس داره. یا خدا سوال بعدی منو با بقیه مقایسه کردی؟ بزن خدا کنم مثلا بگی فلانی. آره همین کاره مقایسه کردم دیدم بهتری میشن خوب جمعش کردم خدایش راضی بودم. به نظرتون گول بخورم یا گول نخورم؟ گول بخور خدایش خوب گفتم. اگه بدون اینکه بدونی من با یکی که قبلا عاشقش بودم تماس بگیرم ناراحت میشی؟ تو تا حالا عاشق کسی نبودی پس قطعا نه. خب چرا استرس گرفتی؟ خب اگه مثلا نمیدونم از اینکه دستم رو برق بگیره بیزارم. اینجوری برق میاد تو وجودم. آره تا 10 تا بالا میره برقش. اگه بدونی من غیر از تو یکی دیگر رو هم دوست دارم خب چیکار میکنی؟ بای بای ما رفتیم. بای بای میری؟ آره نمیخوای تلاش کنی من بمونم؟ میری بس رفتنی میره. ببین تو هیچ وقت نمیری نشد. چرا داد زد؟ تو هیچ وقت نمیری. تو هیچ وقت نمیری. بگو تو هیچ وقت نمیری. تو هیچ وقت نمیری. آخه در پای سرم میگه. اگه میدونستی یه ویژگی از من عوض کنی چی بود؟ این که دیشب به من گفتی میخوای بری با دوستت گیم بزنی من نمیذارم بری. من کی نذاشتم تو کاری بکنی که کرده باشی؟ نمیذار. میذارم. ببین قضاوت هم کردی. خدا قضاوتت کنه. خدا قضاوت هم کردی خدا قضاوتت کنه. نفرین بود نفرین پیرزنی. آره نفرین پیرزنی بود. اگه یکی از دوستای منو ببینی و ازش خوشت بیاد خب ممکنه؟ نه که داره دعا میکنه. خدایا به نظرت بیشتر خودتو با من میبینی یا خودت تنها؟ خودمو با تو میبینم. یه روز آقا خرگوشه رفتش پیش بچه موشه. خب میدونی من یه دونه خودمو بیشتره تو دوست دارم. یه دونه؟ 3 دونه شاید بخواد بیشتر 5 تا دونه 7 دونه بگیر بگم 1000 تا دونه بیشتر. خیلی اول یه دونه بوده. خب دیگه باش
اگه بتونی یه هفته منو کنترل کنی اولین کاری که دوست داری انجام بدم چیه؟ اسپور بارم بخورم. غذا درست کنی زیاد، خیلی زیاد. چرا؟ خیلی خوشمزه. حالش یه سری چیزا اولویت تر داره. مثلا نمیدونم. آیا تا به حال خواب کسی رو دیدی که به من نگی؟ یعنی چه لذتی گرفت؟ لذت نگرفتم، این ناراحتی بود. آره گفتم؟ من سبکتر از این حرفام که نگم. آره گفته بودم. من سبکتر از این حرفام که چیزی قایم کنم. آیا تا حالا سعی کردی غیر از من کسی رو تحت تاثیر قرار بدی در حالی که با هم دیگه این؟ آره بزن خود دکمش، بزن دکمش. آره مثلا بزن خب نیستمت دیگه. بزن خب آره اگه این تایید بده من کلا ترک میکنم محیط و مکان و کلا همه جا تو رو. ولی بوده خب، ولی آدم نبوده، خدا بوده. الحمدلله الحمدلله. برای همین اشتباه حساب کرد، آدم نبوده چون گفت آدمی رو تحت فقط خدا و تو و خدا. ما آدم خدا دوستیم. یعنی منتظر بودم بگه دلینگ بگم فقط خدا. همستر آقا بشه جانم. آقا بشه منو خانم میگم که بگو این دستم از اینجا تا اینجا گرفته، چیکار کنیم؟ یه چک باش به من بزن. اوه جدا نزن. شوخی کردم من بابا. اینجا میز الکتریسیته گرفته. من دیگه خسته شدم آقا اینجا کاری نداری شما؟ میخوای من خفه کنی با این؟ بوس نفرستی هر کاری میکنی بود. من اینجا تعریف من نمیام. دوستتون دارم. زود منو سابسکرایب کنید چون من همیشه آخر ویدیو بهتون بوس میدم. بی‌جرده. خدا نگهدار.